محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پایان برنامه شبیه سازی سازمان ملل متحد با اشتراک کنندگان برنامه مذکور که هدف آن آشنایی جوانان با ساختار، برنامه‌ها و کارکردهای نهادهای مختلف دولت افغانستان بود، دیدار کرد. در این دیدار که شام روز گذشته در ارگ انجام شد و در آن خانم اول کشور نیز حضور داشت، ابتدا محمد منیر کوشانی، بسم الله تابان، حمیده نظری، مهری دلیر و خوشحال آصفی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و نتایج برنامه مذکور را در رشد و ارتقای ظرفیت جوانان کشور مثبت ارزیابی نمودند. آنان گفتند که در نتیجه بحث‌هایشان همدیگرپذیری و تحمل بردباری را آموختند و در مورد فرهنگ رضاکارانه بحث و گفتگو کردند. همچنان در این برنامه مهارت‌های رهبری، سخنرانی، ارتباطات و مباحثه را فرا گرفتند. جوانان مذکور که از سراسر کشور در این برنامه حضور داشتند، از صحبت‌های رئیس جمهور در آغاز برنامه شبیه سازی تشکری کردند و گفتند که پیام رئیس جمهور برایشان امیدوار کننده بود و آرزو دارند که فرصت برای انتقال رهبری به نسل جوان فراهم گردد. آنها انتقال رهبری به نسل جدید را یک ضرورت کشور دانسته خاطر نشان کردند که در واگذاری این مسئولیت دو قشر مهم جامعه، زنان و معیوبین، نباید فراموش شود. همچنان آنان گفتند که به توانایی جوانان اولویت داده شود، نه به موقف پدرانشان، و این جوانان در ساختن و وصل کشور نسبت به دیگران متعهدتر می باشند. آنان خواستار تطبیق یکسان قوانین بالای همه شدند. خوشحال آصفی، یکی از اشتراک کنندگان، نکات مهم قطعنامه برنامه مذکور را که در 2 فصل و 20 ماده تصویب شده بود قرائت نمود. وی گفت که در این قطعنامه جوانان خواستار مبارزه جدی با فساد و مواد مخدر، جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها، ازدیاد معاشات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، ایجاد زمینه کار برای جوانان، ازدیاد برنامه‌های تعلیمی و آموزشی در رسانه‌ها، سهم بیشتر علما در روشن کردن اذعان آمد در راستای جلوگیری از افراطیت، توجه به ازدیاد تولیدات داخلی، ایجاد مراکز مشوره و جوانان که دچار استرس و اضطرابند، فراهم آوری محیط اعتماد و باور برای جوانان، مبارزه با تعصب و تبعیض، بلند بردن ظرفیت جوانان با راه اندازی سمینارها، ورکشاپ‌ها، کنفرانس‌ها و پروگرام‌های تعلیمی و بلند بردن جذب مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی گردیدند. رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات و خواستای جوانان گفت: به خانه خود خوش آمدید. این خانه است که رئیس جمهور به اساس اراده شما در او زندگی میکنه. تشکر از این که مرا اجازه دادین که چند روز در اینجا خدمتتان باشید و امید است در بین شما کسانی باشند که در آینده این مسئولیت و این بار ادا کنند. رئیس جمهور افزود: شما یک زبان نو مطرح کردید. کلمات کلیدی این زبان نو چیست؟ قبولی، گوش کردن، فهم طرف مقابل، در جای طرف مقابل خود قرار دادن، فرهنگ مباحثه، فرهنگ مفاهمه. از این جهت این زبان مرا امید میده که آینده افغانستان در دست شما مسئول است. خواهش من است که این زبان لطفاً تحت فشارات ترک نکنید، چون در عین حال پیام دومتانی بود که زبان سیاست ناکام گذشته را رد کردیم، زبان تفرقه را، زبان تقسیم، زبان عدم احترام به زن افغانه، زبان عدم احترام به معلول افغانه،
زبان عدم احترام به جوان افغانه. شما به صورت اساسی و قطعی رد کردین و ما همراهتان در هر دو زبان استاد هستیم. بنابراین ایجاد کلمات نو، ایجاد یک فرهنگ نو، ایجاد یک گفتمان نو یک قدم بسیار بزرگ است. شما همه تو یک قدم بزرگ ورداشتین که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در قربانی بر افغانستان ورداشته. اونا در میدان جنگ قربانی میتن، شما در طرح یک میدان سیاست نو قربانی میتن و این دو متمم یکدیگر است. رئیس جمهور کشور از جوانان خواست که مانع فساد و دیکتاتوری شوند. این مردم قهرمان پرور دیکتاتوری نمیخواین، دیکتاتوری را رد میکنن. تعاملات منفی را امروز شما رد کردین، تمام ملتی تعاملات منفی را رد میکنن. افغانستانی که شما در یک چیز باورمند باشید، شما نه تنها نسل اکثریت هستین، من یقین دارم که از اکثریت قاطع افغانستان نمایندگی میکنید. ولی زکای تاسی انظور در افغانستان دی پخوا انظور نده، دی راتلونکي انظور ده. زه ویاړم په هغه رقم چې تاسې په ژبې باندې کنټرول لرئ. رئیس جمهور وعده سپرد که مبلغ 660,000 افغانی را شخصاً به صندوق جوانان کمک خواهد کرد. رئیس جمهور غنی از آنان خواست تا نشست بعدیشان را روی نقش جوانان در یک دهه آینده متمرکز سازند و از آنها دعوت کرد که نشست مذکور را در قصر سلامخانه برگزار کنند. محمد اشرف غنی گفت که میراثدار ما شما جوانان هستید، حق دارید که از ما پاسخ بخواهید و باید فرهنگ رضاکارانه را تقویت کنید. وی گفت که اگر نمیخواهید انحصار باقی بماند، پس آن را بشکنانید و اصول را محکم کنید و در زمینه اصلاحات پیش قدم شوید و همچنان زمینه افهام و تفهیم را ایجاد کنید. رئیس جمهور تمثیل مدیریت و رهبری را مهم دانسته گفت همه چیز از یک مفکوره شروع میشه. من امروز چرا دیجستم؟ از خاطر که در بدترین روزهای تاریخ افغانستان باور داشتم که افغانستان به پای استاد میشه. بدون افهام و تفهیم هیچی صورت گرفته نمیده. فرهنگ زور، فرهنگ خشونت، فرهنگ تهدید باید افغانستان به ختم برسه. رئیس جمهور گفت که افغانستان قلب آسیا و چهارراه این قاره است، پس موقعیت آن را درک کنید و انتخاب اسم پامیر به برنامه شبیه سازی سازمان ملل متحد مهم است. وی گفت که بام دنیا از ماست و نسل جوان افغانستان باید در بام دنیا قرار داشته باشد. محمد اشرف غنی گفت که دولت وسیله تجملگرایی، فخر فروشی و زورگویی نیست، بلکه وظیفه خدمت به ضعیفترین اقشار جامعه را به عهده دارد. وی تاکید کرد که باید فرهنگ زور، خشونت و تهدید در افغانستان خاتمه یابد. رئیس جمهور از اعتماد به نفس جوانان تشکری کرده گفت که تجربه شما نشان میدهد که هیچ چیزی مانعتان شده نمیتواند، زیرا امروز شما تهداب حرکت جوانان را گذاشتید. در اخیر این دیدار اشتراک کنندگان برنامه شبیه سازی سازمان ملل متحد تقدیرنامه ها را به رئیس جمهور غنی و خانم اول کشور اهدا کردند.